اداره کمونالی شهر کولاب بعد گزارش‌ها از لبریز شدن پرتوها در شهر در 2 روز اخیر دست به پاککاری پرتوها زدند. اما ساکنان میگویند که این یک خودنمایی در نزد مردم بود و پرتوها هنوز هم در کوچه و رودخانه‌ها مثل قبل باقی است. دیدیم که 2 روز توزیع کردن. یک وای 2 روز توزیع کردن نمیشه. آخه شهر از پر از پرتو شده. به قول ساکنان مثل حشر در 2 روز پاک کردن پرتوها از خیابان و رودخانه‌ها حل مشکل نیست. برای به تنظیم درآوردن مسئله پاککاری پرتوگاه‌ها نظام مشخص ضرور است که هنوز در شهر کولاب وجود ندارد. رئیس شهر هم تمیک زره میره و میبینه خیلی همینجوره میگن خیلی نمیدونم نمیکنن خود دیگریش. پاککاری کردن پرتوگاه از سوی کارمندان اداره کمونالی پس از گزارش رادیوی آزادی شروع شد. به دنبال تلویزیون‌های دولتی و هفته‌نامه‌ها نیز از مشکل پرتوها گزارش دادند. ساکنان میگویند کافی نبودن قوطی‌های پرتویی سببی در هر گوشه پیدا شدن پرتوگاه‌ها شده است. جون نمیاد در جیبش براش نشه میگیرن اونجا من پرتوش نام قضی سنگو و زینگو که اگر 100 کم از موسر که باری کمی میکنه. حالا در این شهر 220,000 اهالی به سر میبرد. مقامات اداره کمونالی ساکنان را به بی‌مسئولیتی در بیرون کردن پرتوهایشان و نپرداختن حق کشانیدن پرتوها متهم میکنند. اتهامی که ساکنان قبول ندارند. فعلا این اداره 12 ماشین پرتوکش دارد و میگویند برای کشانیدن پرتوهای شهر کولاب در یک شبانه روز 260 لیتر سوزشواری ضرور است که این اداره پیدا کرده نمیتواند.